سلام، مزدک پورجعفر هستم، مشاور، روان درمانگر و مدرس کالج و امروز با یک ویدیوی آموزشی دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز میخوایم راجع به مقابله با فشار روانی در شرایط بحرانی صحبت کنیم. متاسفانه در وضعیت فعلی در چند نقطه دنیا بحران‌های ملی و بین‌المللی وجود داره و جنگ و درگیری نظامی هم هست و احتمال درگیری‌های بیشتر هم موجوده. بنابراین خیلی مهمه که بدونیم چطوری میتونیم در شرایط بحرانی با فشار روانی مقابله بکنیم. آنچه که گفته میشه بر اساس تحقیقاتی هست که بر روی اسرای جنگی یا war prisoners در جنگ ویتنام، جنگ جهانی دوم و جنگ کره انجام شده. همونطور که میدونید اسارت در جنگ پر استرس ترین و پرتنش ترین تجربه‌ای که انسان میتونه داشته باشه. بنابراین آنچه که اونها در دوران اسارت انجام دادن که فشار روانی رو مهار بکنن برای ما هم میتونه خیلی آموزنده باشه. به 3 دسته از روش‌های مقابله اشاره میکنیم. روش‌هایی که روش‌های جسمانی هستن، یعنی مبتنی بر استفاده از جسم شما هستن برای مقابله با فشار روانی. یکی از اولین کارهایی که در بحران‌ها و شرایط بحرانی توصیه میشه انجام فعالیت‌های ورزشی منظم هست. برای انجام فعالیت نیازی به رفتن به باشگاه یا صرف هزینه‌های فراوان نیست. حتی پیاده روی هم میتونه یک فعالیت آرامش بخش باشه. این فعالیت ورزشی منظم کمک میکنه که شما بتونید اون هورمون‌هایی رو که بر اثر استرس ترشح شده، بیش از اندازه ترشح شده، به تعادل برسونید و آرامش بیشتری داشته باشید. بسیاری از در واقع زندانیان جنگ یا وار پریزنر ها حتی در داخل سلول این فعالیت‌های ورزشی رو انجام میدادن و به این ترتیب خودشون رو به لحاظ جسمی و روحی تقویت میکردن. صحبت از جسم شد. بین عضلات ما و سیستم عصبی ما یک رابطه دو سویه یا mutual relationship هست. اگر جسمتون رو آرام کنید، اعصابتون هم آرام خواهد شد. بنابراین یکی از روش‌هایی که به همه توصیه می‌کنیم آرمیدگی عضلانی پیشرونده هست یا progressive muscle relaxation. روش کار بسیار ساده است. در جای آرام می‌نشینید یا دراز می‌کشید و عضلات بدن خودتون رو شل و وانهاده می‌کنید. معمولاً از پایین‌ترین عضلات، یعنی از انگشتان پا شروع میشه. وقتی عضلاتتون شل و وانهاده میشه، به دنبالش احساس آرامش ذهنی هم خواهد اومد. روش دیگری که باز بسیار توصیه شده در واقع استفاده از تنفس‌های عمیق یا تنفس دیافراگمی هستش. وقتی نفس‌های بسیار عمیق و آرام میکشیم، این کمک میکنه که سیستم عصبی ما هم آرام بشه. در واقع این تنفس‌ها باعث آزادسازی مقادیر بالاتری از سروتونین و اندورفین میشن که هر دوی اونها با خلق و آرامش ما ارتباط دارن. روش دیگری هم هست که در واقع نظامیان امریکایی ازش استفاده میکنن، American Navy SEALs، نیروهای ویژه امریکا استفاده میکنن، بهش میگن باکس بریسینگ. 4 ثانیه دم انجام میدید، 4 ثانیه نفس رو نگه میدارید، 4 ثانیه بازدم و 4 ثانیه نفس رو نگه میدارید. این سیکل رو حداقل 20 بار تکرار میکنید تا احساس آرامش بهتون دست بده. این هم روشی است که در واقع مبتنی بر استفاده از جسمتون برای آرامسازی. و اما روش‌هایی هستن که مبتنی بر استفاده از ذهن هستن. یادآوری خاطرات خوش گذشته، یادآوری دستاوردهای مهمی که در زندگی داشتید. حتی تهیه لیستی از این دستاوردها میتونه به شما آرامش بده. در کنار اون یادگیری مهارت‌های جدید، به خصوص problem solving، مهارت‌های حل مسئله، میتونه در بحران‌ها بسیار به شما کمک بکنه. به جای تفکر مبتنی بر مسئله، باید تفکر مبتنی بر راه حل داشته باشیم. یا به تعبیری که امروزه در روانشناسی پست مدرن گفته میشه، بایستی solution focused باشیم. تمرکز اون باید بر راه حل ها باشه، به جای اینکه بر مشکلات خیلی تمرکز بکنیم. پس راه حل یابی و حل مسئله هم تأثیر بسزایی در بحران داره و حل بحران. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم حمایت‌های اجتماعیه. گاهی بحران ممکنه خیلی طولانی بشه، مثل جنگ، مثل حمله‌های تروریستی، بحران‌های اقتصادی و غیره. در این گونه مواقع به یاری یکدیگر بشتابید، به هم دیگه کمک بکنید. شبکه‌ای از دوستان
موافق و همدل برای خودتون ایجاد بکنید. اقوام، دوستان، کسانی که همدیگر رو حمایت میکنن. این حمایت میتونه حمایت عاطفی باشه، میتونه هم حمایت مادی باشه یا ترکیبی از هر دوی اونها. و چنین حمایت‌های تأثیر بسیار زیادی در مقابله با فشار روانی و کاهش تنش‌ها داره. امیدوارم این برنامه ویدیویی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر اون رو مفید میدونید کانال ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید و اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. به امید دیدن شما در برنامه ویدیویی بعدی. خداحافظ.